السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ صاحب، یک سوال داشتم. خواهرم است، شوهرش زیاد آدم بد است، مسلمان نیست دیگه. شیخ صاحب کفر به طاغوت نداره، نمازش یگان وقت میخوانه یگان وقت نمیخوانه. چند سال پیش یک نفرم به قتل رسانده بود و بیچاره بیگناه بود دیگه. آدم خوب نیست. پنج اولاد دارن، دخترای جوان دارن. میگن اگه ایرم الا بتم طلاق بگیرم. دایی حکومتی که فعلا ما دیجا زندگی میکنیم در افغانستان، حکومت دیجا به زن حق نمیده که برده شوهرای خودشان اعلام بده. وقتی که اگه بگن اعلام میتیم، او میگن شما حق ندارین. یک شوهر داره، هر قدر بدم که باشه شما همراهی زندگی کنین دیگه. میگه اگه من ایره اعلام بتم، این باز مرد محکما میبره. محکمای فعلا که هست محکمای طاغوتی است، من کافر نمیشه. مگه ایره اعلام بتم یکی دیگه میگه اگه ایره اعلام بتم طلاق بگیرم از پیشی آدم کش هستی. بسیار چیزا از روش میترسم که یگان روز آمده اشتکای من نکشه دیگه. پشتیبانم نداره، کدام بیادر و پدرم نداره که در پشتی ایستاد شوه. خودش تنهاست. میگه من چه رقم کنم؟ آیا همراهی زندگی کردن چه رقم است؟ من همراهی که زندگی میکنم پیش زندگی سرم سخت است، مشکل است. کافر است دیگه، مسلمان نیست. شما اگر چیزی به گفتن دارین شیخ صاحب بزرگوار، یک مشوره میدادین. بارک الله فیکم. اولا دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه زنها که در همچنین مشقت و اذیت و آزاری شوهر یا از جانب شوهر زندگی میکنند، الله اونها را نجات بدهد، زندگی آسان را نصیبشون بکرد و از این مشقت ها دورشون بکرد. اما ثانیا کسی که مثل که شما گفتید این زنی بیچاره نه یک کسی دفاع کننده دارد، هیچ کسی ندارد و این مردش هم مرد خیلی گفت آدم کشی بد است و ضرری سخت رسوندنش ممکن است. در این حالت این اکراه است، میگه در زیر اکراه است بیچاره، خیلی در زیر ظلم ستم است. الله آسانش بکند. وقتی که این طلاق طلب کرد یا رفت که گفتیم حتی به قتلش هم این شوهر می رود، به خاطر همین ما میگیم که بهترش که در زیر اکراه هستی صبر بکن، در همینجا صبر میکن و از الله دعایی که میخواهی به این خواهر میگیم چیزی که میخواهی، آرزویی که میکنی، یک ناله که میکنی، هر چیزی که میخواهی به الله میکنی. برای چی؟ ما در اینجا نمیگیم که جدا شو رو، نمیگیم، برای که عاقبت این عمل ضرری سخت به خود این زن میورد. شاید یک اونجاش معیوب میکند، شاید قتل است، شاید این است آن است. فرزندهای بیچارهش که 5 نفر فرزند دارد خیلی اذیت و آزار میکشد، یعنی حالت از بودش هم بدتر میشد. برای همین صبر کنید، دعا کنید، الله را به الله ظالم را سپارید. هرگز فراموش نکنید که الله ظالم را خودش نابود میکند. الله در قرآن میگه که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. هرگز گمان نکنید، هرگز مپندارید، یعنی هرگز همچنین فکر نکنید که الله از عملهای و کردارهای ظالمان غافل است. نه، هرگز الله غافل نیست، لیکن الله جزای ظالمان را به تأخیرتر میگذارد که اونها را باز سختتر بگیرد. به الله سپارید که مظلومین بین خود و بین الله پرده ندارد، دعایشان قبول میشد. دعای 3 نفر قبول است. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 دعا اجابت میشد، شک نیست در اجابت شدنش. حتی دعای آدم غیر مسلمان اگرچه کافر باشد، یکی از منها اگرچه کافر باشد، مظلوم، دعوت الوالد علی ولده و دعوت المظلوم و دعوت المسافر، دعوت یعنی دعای پدر و مادر در حق فرزندش، دعای پدر و مادر در حق فرزندش و دعای کسی که مسافر است. البته این فقط به مسلمان ها علما داخل دارد میگن. اما دعای مظلوم، دعای مظلوم میگویند که بین دعای مظلوم و بین الله پرده نیست. بین همه دعاها بین الله پرده است، اما بین دعای مظلوم پرده نیست.
اینقدر الله ظالما را بد میبیند، اینقدر الله از ظلم بدش میآید، اینقدر درباره ظالمان و ظلم کنندگان غضب کرده است که الله بین خود و بین بنده‌هایش پرده را نابود میکند. پرده نیست. دعا کن مظلوم باشی، دعایت قبول است. از الله طلب بکن، صبر بکن، صبر بکن، از الله طلب بکن. الله ظالما را نابود میکند و البته مظلوم ها را نصرت میدهد. بارک الله فیک. شیخ صاحب بزرگوار بازی شوهرش همراهش در یک خانه می باشه، آیا این معامله که صورت میگیره این چه رقم حکم داره؟ بله، حرکت کند که در مسائل اگر شوهرش که بدین شده باشد لیکن این آن باشد در کفر واقع شده باشد، حرکت کند که از این علاقه و این آن دور شود. لیکن این در زیر ظلم ستم و تجاوز باشد، هیچ گناهگار این زن نمیشه. یک مشکل نداره در زیر اکراه باشد.